آبجوشی که سیب زمینی رو نرم میکنه تخم مرغ رو سفت میکنه. هر چقدر وقت بذاری که دیگران رو خراب کنی، همانقدر وقت کم میاری که خودتو آباد کنی. در تنهایی مواظب افکارت، در خانواده مواظب رفتارت و در جامعه مواظب گفتارت باش. قصه خوردن بر نداشته ها هدر دادن داشته هاست. بسیاری از اوقات برای جبران یک لحظه توقف هزاران ساعت باید بدوی. بزرگترین توهین انسان به خودش مقایسه باطن زندگی خودش با ظاهر زندگی دیگران. بزرگترین خیانت انسان به خودش ترس از این است که دیگران در موردش چه میگویند. بزرگترین مصیبت ها آن دست مصیبت هایی است که هرگز اتفاق نمیافتند و فقط محصول توهم انسان است.